به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت همگی شما مخاطبین عزیز و ارجمند سایت و اپلیکیشن آنتن. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با پخش مستقیم رقابت‌های بسکتبال جام جهانی مرحله نیمه نهایی. بازی دوم از این مرحله، تقابل حساس و جذاب بین تیم‌های آمریکا و آلمان. خوبی بست اونجا بر روی جیلن برانسون. چه پاسی، چه پاکت پاسی اونجا رد کرد از بین پاهای خودش. شرودر برای تایس، ستاره بازی قبل آمریکا. یه پاس تو منطقه رنگی، فویتمن فول گل. یوهانس فویتمن بالا صاحب توپ شده برای اندریاس اوبست. اقدام راه دور موفق بود. یه جام شات عالی اونجا از اندریاس اوبست. خطا با صدای سوت همراه میشه. مالکیت برای امریکا از کرنر چپ. برانسون سه امتیازی رو میزنه. جیلن برانسون خودش بازی رو شروع کرد. اسکرین میگیره از دنیل تایس، نفوذ میکنه اونجا منطقه رنگی راش بسته است. فرانس وگنر بلند شد رو حلقه و به زیبایی کارو تموم کرد. فرانس وگنر 2023 حاضر بود. همکاری تیمی رو ببینید، پاس ها رو ببینید، چند پاس سریع و پیاپی. دنیل تایس به سبد رسید. اینجا دو امتیازی رو پاسخ میده خیلی سریع. آنتونی ادواردز، شرودر، پاس به بیرون میاد. سه امتیازی بعدی، چرا که نه. این بار نوبت فرانس وگنر بود که از وینگ راست سبد آمریکا رو فتح کنه. عملکرد هجومی بی‌نقصشون تا اینجای بازی. این سم بریجز سه میزنه، یکی از اون سه امتیازی ها رو پاسخ میده. پشت قوس آنتونی ادواردز، یک کراس اوور. چه کراس اووری زد، چه دیری میزد اونجا، بازیکن رو محو کرد کاملا. اسکرین میذاره براش بنکرو. پاس برای هالیبرتون، میره تو منطقه رنگی. یه پاس زیبا، استادانه پاس میده این تایریس هالیبرتون. حرکات انجام میشه به خوبی. ببینید بازی تیمی آلمانی ها رو. میتونن بازی رو برابر کنن. ریوز برابر میکنه یا نه؟ بله، آستین ریوز. سه ترنوور برای آلمان. هیچ ترنووری نداره تیم آمریکا تا اینجای بازی. چرخش و حرکت دیدنی از جاش هارت. آنتونی ادواردز اسکرین میگیره از بنکرو، میره واسه دو امتیازی میدرنج. ادواردز موفق بود و بازی رو دوباره برابر میکنه. انتمن تیم آمریکا از آلبا برلین راهی ایتالیا شد. بازی پشت به سبد. تایمن میچرخه بین دو بازیکن تو منطقه رنگی. کاری سخته. پاس بالا، حالا ستا موفقه. امتیاز 12 تو این بازی به دست آورد. جوابشو میده خیلی سریع، خیلی سریع. حتی دوربین هم جا مونده از این حمله سریع آمریکا. راهشو بستن، دو بازیکن دبل تیمش کردن. کرنر چپ ادوارد جای پاش رو کاملا ست کرد و سه امتیازی رو به زیبایی وارد سبد کرد با استپ بک. آنتونی ادواردز برتری برای آمریکا رو عوض میکنه بعد از مدت ها. این سم بازی به سرعت برابر میشه با دستای یوهانس تایمن. این سم برانسون، خود بریجز در حمله صاحب توپ شده. میاد تو منطقه رنگی، رفت واسه جامپ شات. یک بار دیگه تغییر برتری با شوت میدرنج میکال بریجز. توپ قطع شد. هر جوری از توپ میرسه به یوهانس تایمن اونجایی که باید توپ بهش رسید و به سبد هم رسید. تایمن تا دوباره بازی برابر بشه. میانگین قامت آلمان تو این لحظات خیلی بالاتر از آمریکاست. حالا تو منطقه رنگی آستین ریوز میزنه و دو امتیاز به دست میاره. ببینیم در ادامه کوارتر چه اتفاقاتی رو هم خواهد خورد. تایس فلوتر موفق. تو منطقه رنگی دو امتیاز راحت به دست میاره دنیل تایس برای آلمان. 45-43. 6 امتیاز سمت تایس تا اینجا کار. نفوذ برانسون به سمت راست. اوپن شات موفق. پاس عالی که اونجا رسوند به بریجز. هانس فویتمن پشت قوس. شرودر رفت واسه سه امتیازی و خیلی سریع اون سه امتیازی رو پاسخ میده. آلمان در کوارتر اول اختلاف دو رقمی رو هم ایجاد کرد برای لحظات کوتاهی. این سم نفوذی و استپ. توپ اول نرفت، توپ دوم اما رفت. توپ قطع شد. یکم پاسش کم جون بود و توپ از دست رفت. ضد حمله برای آلمان شکل میگیره، یه بدن میذاره و به سبد میرسه. اینجوری قدرت نمایی میکنه این فرانس وگنر. منطقه رو عوض کرد. بریجز کچ اند شات و بله توپ کار میکنه. چند تا کراس اوور میزنه مقابلش. آنتونی ادواردز رو داره. دنیل تایس رفت واسه سه امتیازی و زد این شوت رو. تو سرش خراب شد به زیبایی هالیبرتون. خود هالیبرتون در حمله. استپ بک. سه تا بله. بعضی وقت نتیجه پایانی بازی تو جام جهانی هم بوده که حالا تو نیمه اول داره این نتیجه رقم میخوره. ریباند حمله، توپ دوم بله. یک ریباند حمله و دو امتیاز دیگه برای دنیل تایس. تغییر بازیکن جور امتیاز آوری رو کشیدن تو تیم آلمان. کورنر اوپن شات مثل همین فرانس وگنر. اندریاس اوبست تو منطقه رنگی. دنیل تایس بین دو سه بازیکن اقدام کرد. اولی نرفت اما دومی رو زد. بازم با تیپ این به سبد میرسه. امتیاز 17 برای دنیل تایس. ادامه حمله برای قرمزپوشان آلمان خواهد بود. تو منطقه رنگی پاس میاد بالا. تایس فیک فلوتر و بله ضد حمله یورستف. فلوتر بعدی فرانس وگنر. اختلاف 6 امتیازی برای اونها. تایریس هالیبرتون
دو امتیازیش موفق بود. اینجا اولین فیلد گل آمریکا در کوارتر سوم به سبد نشست. جاش هارت ادامه حمله برای آمریکا. یه فیک پاس زیبا انتونی ادواردز بلند شده بود و از کارو تموم کرد رو حلقه. دریبل میزنه به سمت سبد میره با دست راست لیاپ موفق. خیلی سبک بازیش متفاوت‌تر از بازی‌های قبلی بوده. حالا یه اقدام عالی از راه دور. برمیگره پشت قوس میسمت شده با همتیمی خودش دنیل تایس در ایندیانا پیسرز. اذیت میکنه او رو. حالا برای جاش هارد از وینگ چپ 3 امتیازی رو میزنه. پاس گل از هالیبرتون. میره تو منطقه رنگی میچرخه. راه بسته است برای اقدام. تو بالا میاد. حالا جاش هارد نفوذ و موفق. لیاپ موفق بودی. برخوردی هم اونجا انگار به وجود اومد بین او و دنیل تایس. آمریکا تو این بازی 14 از 14 بوده، همش وارد سبد شده. یه پاس خوب کورنر چپ ایساک بونگا کمین کرده بود اونجا و از اوپن شات به بهترین شکل استفاده میکنه. دو بازیکن آتش میکنن. دور توپش میاد اونجا. لحظه ریوز اتفاق به خط حمله داشت که اعلام نشد. این سمت اوبس ناموفق. چه ریباند حمله‌ای براش یوهانس تایمن. اندرس اوبس میدرنج 2 امتیازیش به سبد میشینه. پاس برای بنکرو. این بار اون میره داخل منطقه رنگی. پاس به کورنر چپ از اونجا اقدام موفق. بابی پورتیس جونیور از کورنر چپ به سبد رسید. فعلا بدون مشکل بازی دنبال میشه. خود موریس وگنر هنداف رو انجام میده برای اندرس اوبس. از راست میزنه. پشت برقه یوهانس تایمن میسمت شده اونجا. تو میاد پشت قوس. یه اقدام 3 امتیازی خیلی سخت اما رفت. موریس وگنر اختلاف بازم دو رقمی شد. حالا فاصله دوباره 8 امتیاز شد با فلوتر موفقی که وارد سبد کرد. بابی پورتیس چه خواهد کرد؟ شرودر خودش میزنه به دفاع. استپ بش دوتا. بار امتیاز آوری آلمان امروز به دوش بکشن در روزی که زیاد امتیاز نگرفته. شرودر حالا 2 امتیاز برای جیلن برانسون. فرانس وگنر لیاپ موفق. 22 امتیاز برای فرانس وگنر. بازم اختلاف شد 12 تا. راه منطقه رنگی بازم براش بسته است. یه پاس بکدور کات اونجا. حرکت به موقعی که انجام میده و دانک رو دستی که میزنه میکال بریجز. تو حرکت میکنه میاد داخل منطقه رنگی بین 2-3 بازیکن. یه برش بی‌نظیر است دنیس شرودر. امتیاز 13 برای شرودر به ثبت رسید. این سم برانسون خیلی سریع پاسخش رو داد. 15 امتیاز برانسون. چند بار دفاع سویچ کرده. حالا ادواردز مقابل شرودر هست تو منطقه رنگی. گلتندینگ اعلام شد. فکر کنم بسکت اینترفیرنس اعلام شد. قطعا بازی رو میبازن با این وضعیت که داریم میبینیم ازشون. حالا اینجا تو با خوش شانسی میرسه به جرن جکسون جونیور و 2 امتیاز به دست میاره. 2 امتیازی میدرنج از دنیل تایس موفقه. خیلی راحت بریجز اونجا مچاپ داده اما تو بهش نرسید. حالا یوهانس تایمن 2 ثانیه فرصت. چرخش اقدام. درایو و کیک به بالا. تو میاد تو منطقه رنگی. پرواز بلند انتونی ادواردز. اسکرین میگیره از جرن جکسون جونیور. 3 امتیازی ریوز موفق. اختلاف بعد از مدت حالا تک رقمی شد بین دو تیم. مقابلش داره اونجا فرانس وگنر رو. دبل تیم میکنن اونجا ادواردز رو. همچنان خود انتمن از بالا. اسکرین از بونگا براش. سویش در دفاع. شرودر بین 2 بازیکن. فول گل یا نه؟ ببینیم چی اعلام شد. 2 امتیاز ثبت شد. نه فول گل نیست. آستین ریوز یه اقدام میدرنج موفقه. بازی رو دوباره آغاز خواهد کرد. شرودر دنبال یار میگرده. پاس حالا برای اوبس. یه فیک زیبا. بازیکن رفت واسه خودش. فوق العاده بود این فیک. بازی رو یه سره کنه. کار آمریکا رو یه سره کنه. شرودر استپ بک 2 تا. دی اس دنیس شرودر. آلمان به 1 قدمی فینال میرسه. حالا اینجا دانک رو دست میزنه. آستین ریوز باید بزنه. میزنه یا نه؟ توپ از دست رفت. ریباند حمله برای آمریکا. توپ دوم هم نمیره. سومی رفت اما فقط نیم ثانیه باقی است. کار تمومه برای آمریکا. نیم ثانیه فرصت. فویتمن دنبال یار میگرده. پاس رو میرسونه و تمام. آلمان به فینال جام جهانی میرسه. بله کاملا درسته. آلمان تونست آمریکا رو ببره. آلمان 113-111 آمریکای مدعی رو شکست میده و حالا راهی فینال جام جهانی میشه. یه فینال جذاب بین آلمان و صربستان. روز یکشنبه ساعت 16:10 وقت ما برگزار خواهد شد. آمریکا هم در عین ناباوری بازی رو میبازه و به بازی رده‌بندی خواهد رفت تا با کانادا دیدار رده‌بندی داشته باشن. شاید خیلی فکر می‌کردن آمریکا و کانادا در فینال با هم دیگه بازی کنن، اما حالا این دو تیم در رده‌بندی مسافت هم دیگه خواهند رفت. آمریکا برای دومین دوره پیاپی از قهرمانی جهان دور بمونه و آلمان برای اولین بار در تاریخ خودش راهی فینال جام جهانی بسکتبال بشه.
روز یک شنبه یکی از تیم‌های آلمان و صربستان قهرمان جهان خواهند شد. پشت جالب شرودر و ریوز، دو هم تیمی سابق در لیکرز. بسیار متشکرم، ممنون از همراهیتون با سایت و اپلیکیشن آنتن و رقابت‌های جام جهانی بسکتبال. من از حضورتون مرخص میشم، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدار.